باورتون میشه کریستیانو رونالدو که یکی از بهترین فوتبالیستای تمام دوران با بیماری غیر قابل درمان زانو به نام تاندینوز زندگی میکنه؟ در سال 2014 وقتی چند هفته قبل از جام جهانی برزیل زانوی چپش زخمی شد، هیچ راهکار و ایده‌ای برای حلش نداشت، چون آسیب جدی‌تر از انتظار بود. چند ماه بعد نتایج معاینات انحطاط غیر قابل درمان تاندون‌ها را نشون میده. رونالدو چابکیشو از دست میده و مجبور میشه سبک بازی خودش رو تغییر بده، از یک دریبلر دیوونه به یک تمام کننده بی‌نظیر که اغلب توی منطقه جریمه حضور داره تبدیل میشه. با وجود این درد طولانی مدت، رونالدو موفق شد بهترین فوتبال حرفه‌ای خود را از سال 2014 بازی کنه و جوایز متعددی برای باشگاه و خودش کسب کنه. این آسیب زانو به عنوان انحطاط توصیف شده، به این معنی که هر بار که او فوتبال بازی میکنه بدتر میشه. با این حال رونالدو همچنان به تمرینات سخت ادامه میده و برای بهترین عملکرد در زمین آماده است. بیماری رونالدو هرگز مانع تبدیل شدن او به یکی از بهترین فوتبالیستای تاریخ نشد. اون با سخت‌کوشی و فداکاری ثابت کرد که هیچ چیز نمیتونه متوقفش کنه، حتی برای یه بیماری که درمانی واسش وجود نداره.